خوشبختند کسانی که صلحجو هستند، زیرا خدا آنها را فرزندان خود خواهد خواند. خوشبختند کسانی که در راه راستی عذاب میکشند، چون که پادشاهی خدا از آن آنهاست. خوشبختید شما وقتی که مردم به خاطر من شما را دشنام و عذاب میدهند و در حقتان تهمت کرده هر گونه سخنی بد میگویند. شاد و خرم باشید، زیرا خدا در آسمان برایتان مکافات کلان دارد. آدمان پیغمبران را نیز که پیش از شما بودند همین طور عذاب میدادند. شما برای آدمان جهان همچون نمک هستید، ولی اگر نمک صفتش را گم کند مگر آن را باز شور کرده می شود؟ نه، از وی دیگر فایده نیست. آن را فقط می پرتایند و آن زیر پا می شود. شما همچون نور برای آدمان جهان نمایان هستید. شهری که در بالای کوه بنا شده است ناعیان بوده نمی تواند. این چنین هیچ کس چراغ را درگیرانده آن را با ظرف نمی پوشاند. برعکس آن را به چراغ پایه می ماند تا به هر کسی که در خانه است روشنی دهد. پس بگذار نور شما هم به آدمان روشنایی دهد تا که آنها کارهای نیک شما را دیده به پدرتان که در آسمان است حمد و ثنا گویند.